بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان علاقه‌مندان به پرورش پرنده ها، علاقه‌مندان به دستگاه جوجه کشی. در خدمتتون هستم با معرفی و آموزش یک دستگاه جوجه کشی دستساز تمام اتومات به نسبت ارزان و دستگاهی با راندمان بالا. قبل از اینکه اجزای دستگاه رو خدمتتون توضیح بدم، میخوام صحبت کنم در مورد شرایطی که ما میتونیم تخم نطفه‌دار رو تبدیل کنیم به جوجه یک روزه. ما اگر یه فضایی داشته باشیم توی محیطی دمای 37.5 درجه، رطوبت 65 الی 75% و یک عامل چرخشی برای یک تخم مرغ نطفه‌دار رو فراهم کنیم، میتونیم امیدوار باشیم که این تخم مرغ بعد از 21 روز تبدیل خواهد شد به جوجه یک روزه. خب این شرایط دمایی رو شاید تو خیلی از کلیپ‌ها دیده باشین که همچین شرایط، همچین پارامترایی رو فراهم میکنن برای تخم نطفه‌دار و ازش جوجه میگیرن. ولی این روش شدنیه، اما روش خیلی مناسبی نیستش. حالا خودتون توضیح میدم که چرا میگم روش مناسبی نیست. به این صورته که میان نزدیک یک دونه تخم مرغ یا تخم مرغ هایی که قرار داخل اون سطح آکواریوم هر محفظه‌ای که بزنن یک دماسنج قرار میدن و با استفاده از یک کلید دیمر و یک لامپ که منبع حرارتی اون دستگاه باشه، میان دما رو طوری تنظیم میکنن که دمای نزدیک به تخم مرغ ها به همون دمای 37-37.5 درجه‌ای که ما احتیاج داریم برسه. اگر زیاد باشه کمترش میکنن، اگر کم باشه زیادترش میکنن و روی اون 37-37.5 درجه ستش میکنن. برای رطوبتش هم از یک کاسه آب، یک لیوان آب، یک دستمال مرطوب استفاده میکنن. تخم‌ها رو هم به صورت دستی حول این محور میچرخونن هر 4 ساعت الی 6 ساعت. بعد از 6 ساعت به این سمت میچرخونن. به صورت دستی این کار رو انجام میدن. روش مناسبیه، خیلی روش ارزانیه. بازدهی هم داره، اما بازدهیش بالا نیستش. چرا؟ چون هیچ کنترلری نداریم که این دما رو برای ما کم و زیاد کنه. اگر مثلا دما بالا باشه دما رو برای ما کم کنه، اگر دما پایین باشه دما برای ما ببره بالا. برای همین برای جوجه کشی پرنده‌های زینتی با پرنده‌های زینتی قیمتی که قیمت تخم نطفه‌دارشون بالاست، روش مناسبی به نظر نمیرسه. من برم سراغ معرفی اجزای دستگاه. مهمترین قسمت دستگاه جوجه کشی تمام اتومات کنترلرش. کنترلر چیه؟ کنترلر وسیله‌ایه که پارامترایی که ما تعیین کردیم برامون کنترل میکنه. ما اینجا چند تا پارامتر داشتیم؟ پارامتر دما داشتیم، پارامتر رطوبت داشتیم و پارامتر زمان که گفتم برای تخم مرغ 4 ساعت الی 6 ساعت ما نیاز داریم این تخم مرغ رو برای ما بگردونه. علاوه بر اون کنترلر خب نیاز به یک منبع حرارتی داریم که ما اینجا از لامپ استفاده کردیم. نیاز به یک محفظه داریم که ما فعلا از این یونالیت استفاده کردیم. شما میتونید در تیکه کابینت، آکواریوم، هر محفظه‌ای که فکر میکنید مناسب باشه برای این کار، یخچال سوخته استفاده کنید. یک فن داریم که گردش هوا رو برای ما انجام میده. سینی و محور چیدن تخم ها رو داریم که چرخش رو برای ما انجام بده و این سینی وصل میشه به یک موتور که این گزینه چرخش رو برای ما با توجه به تایمی که بهش میدیم انجام بده. حالا من دستگاه رو براتون روشن میکنم، ملاحظه کنید به چه صورت کار میکنه. در ادامه در مورد کنترلر و سیم بندیاش هم خدمتتون توضیح خواهم داد. الان دمای ما دما رو برای این دستگاه رو 37.5 درجه تنظیم کرده بودیم. دما پایینتر از این مقداره، برای همین کنترلر ما دستور داد که منبع گرمای ما روشن شه تا دما رو به 37.5 برسونه. این آلارمی هم که میشنوین به ما داره میگه رطوبت و دما کمتر از حد مجازه، داره ما رو خبردار میکنه. اگر وقتی نصف شبی، حالا هر موقعی که ما حواسمون نبود لامپ بسوزه، دما از اون حد مجازش پایین تر بیاد، این آلارم به ما هشدار میده. اما اون دستگاه‌های معمولی دیگه چنین هشداری نداره. اگر لامپ شما بسوزه دیگه شانس بیارین خیلی زود متوجه بشین و لامپ عوض کنید، اگر نه ممکنه خیلی از تخمایی که داخل دستگاه گذاشتین از بین برن.
من در دستگاه رو میبندم تا به دما برسه این دستگاه، بعد توضیحات رو خدمتتون ادامه. من در دستگاه رو بستم، یک چند دقیقه طول کشید که دستگاه به دما برسه. همونطور که ملاحظه میکنید الان دستگاه در حال قطع و وصل شدنه. ما رو دمای 37.5 تنظیمش کردیم. دمای دستگاه که به 37.5، 37.6، 37.7 که میرسه، منبع گرمامون که لامپ باشه خاموش میکنه و دما به 37.3، 37.2 که میرسه دوباره منبع گرمامون که لامپ باشه رو روشن میکنه و اون کمبود دما رو جبران میکنه برای ما. که این تو دستگاه معمولی چون اتفاقی نمیفته، یک دمای ثابتیه، ما باید اون دما رو طوری تنظیم کنیم که ورودی دما و خروجی دمامون همیشه تو یک مقدار ثابتی باشه. خب تا اینجا با سیستم دمای دستگاه آشنا شدیم که ما وقتی دما رو روی 37.5 درجه تنظیم کردیم، اگر دما کمتر از اون بود لامپ ما روشن میشد و اگر دما میرسید به 37.5 یا میخواست بالاتر بره، کنترلر اجازه نمیداد و منبع حرارتی ما رو خاموش میکرد. یه پارامتر دیگه هم پارامتر رطوبت بود. برای رطوبت سازی من اینجا کف دستگاه آب ریختم و این فن و این گرمایی که از لامپ میخوره به آب یک تبخیر سطحی ایجاد میکنه و رطوبت سازی رو برای ما انجام میده. اگر دستگاه شما، محفظه شما به عبارتی خیلی بزرگتر بود، دیگه این سیستم احتمالاً جوابگوی رطوبت سازی شما نیست و باید از یک فن کمکی استفاده کنید که نزدیکتر با آب باشه و برای شما رطوبت بیشتری رو تولید کنه. اگر خیلی محفظه شما بزرگتر بود، اونجا دیگه کلا سیستم فن و آب شاید جواب نده مگر فن‌های خیلی با پره‌های بزرگ استفاده کنید، یا هم که بهتر اینه که از سیستم‌های رطوبت ساز استفاده کنید و دما و رطوبت رو برای ما برسونم به همون 65% تا 75%. نکته بعدی که میمونه عامل چرخشه. این عامل چرخش هر 4 ساعت تا 6 ساعت در حد چند ثانیه، در این حد که این سینی چرخش به این سمت برای ما برگردونه به این سمت. حالا من این سیستم رو برای شما روشن میکنم به صورت دائم، اما قرار نیست دائم باشه. هر 4 ساعت 6 ساعت، هر 4 تا 6 ساعت در حد چند ثانیه. من الان فعلا کامل روشن میکنم برای شما که سیستم رو ببینید. توی این سیستم از این موتور استفاده میشه، به موتور جوجه گردون معروفه. برای دستگاهایی هم که تا 2 طبقه یا 3 طبقه از این سینی‌ها بخوان استفاده بکنن، این جوابگوه. بیشتر از اون ممکنه سنگین باشه و این خیلی به کار شما نیاد که باید از موتورهای گیربکسی خیلی قوی تر استفاده کنید. اما گفتم برای 2 طبقه 3 طبقه این جواب میده. این سنسور این کنترلرمونه که نزدیک به سینی نه نزدیک به تخم‌ها جایگذاری شده که دقیقاً دمای نزدیک به همون تخم‌ها رو برای من اندازه بگیره، دقیقاً رطوبت همون نزدیک به تخم‌ها رو برای من اندازه بگیره که جای مناسبی که قرارش بدیم همین نزدیک سینی چیدمان تخم‌هاست. تا اینجا با مکانیک دستگاه آشنا شدیم. از اینجا به بعد میشه بخش الکترونیکیش که یک مقداری سخت‌تره و مهمم هست و یه قضیه لنگ موتوری که قرار چرخش رو برای ما ایجاد کنه که در ادامه ویدیو بهش میپردازیم. این موتور جوجه گردونیه که نشونتون دادم و این هم شیوه کارش که تو یک شیار شونه رو نمیکشونه، تو این شیار حرکت میکنه.
و برای ما شونه رو بالا و پایین میبره. فرض کنید میخواید دستگاه جوجه کشی خیلی دقیق بسازید اما نمیخواد از کنترلر استفاده کنید. خب شما باید یه نفر رو بنشونید پای دستگاه، بهش بگین که دما رو چک کن. اگه بالاتر از حد مجاز رفت لامپ رو خاموش کن. اگر پایینتر از حد مجاز اومد لامپ رو برای ما روشن کن. یه کلید هم بدیم دستش، بگیم با این کلید با قطع و وصل کردن این کلید قطع و وصل کن. اگر دما بالا رفت خاموش کن، اگر پایین اومد روشن کن. همینطور که نشستی پای دستگاه هر 5 ساعت 6 ساعت موتور دستگاه رو برای ما روشن کن که یک نیم دوری بزنه به این صورت. خب عملا چنین چیزی امکان پذیر نیستش که ما یک نفر رو 20 روز 30 روز بنشونیم پای یک دستگاه تا جوجه کشی دقیق داشته باشیم، تا پارامترامون رو دقیق چک کنه، جوجه کشی با ضریب بالا داشته باشه. برای همین از کنترلر استفاده میکنیم. کنترلری که میگفتم اینه. این قسمت جلوشه که دکمه های تنظیماتشه، نمایشگرشه و LED هایی که روشن میشه و به ما میگه کدوم رل فعاله. و مهمتر از قسمت جلویش قسمت پشتشه که 2 تا پورت داره. یک پورت تغذیهشه، یک پورت هم سنسورش بهش وصل میشه. 4 تا هم رله داره و 4 تا ترمینال که هر کدوم از این ترمینال ها وظیفه قطع و وصل کردن یه پارامتر ما رو به عهده داره. اولی هیتره، دومی رطوبت سازه، سومی فن گردشه و چهارمی تایمره. همین سیستم قطع و وصلی که بهتون نشون دادم میره توی این پایانه ها قرار میگیره. این الان موتور بود، یک برق مستقیم ما بهش وصل میکنیم، یک پایه موتور وصل میشه به برق مستقیم، حالا فاز یا نول. یک سیم دیگه که قطعه میاد میره زیر ترمینالای وسطی و سمت راستی. حالا دقیق ترش توی کاتالوگ خود دستگاه هستش که زیر کدوم پایه ها باید قرار بدین، اما عموماً به همین شکله. رطوبت سازش هم به همین شکله، هیترش هم به همین شکله. شما پایانه های هیتر رو، این 2 تا سیم فاز یا نول رو که قطع کردین، یکی رو زیر ترمینال سمت چپ قرار میدین، یکی رو زیر ترمینال سمت راست. برای سیستم رطوبت سازتون هم همینطوره. اگر بخور باشه، بخور سرد یا بخور گرم باشه، از همین سیستم استفاده میکنید. اما توجه داشته باشید اگه از فن دارین استفاده میکنین، فن 12 ولته. اگه با این سیستم مستقیم به برق بزنین، فن شما میسوزه 220 ولته. اونجا باید از یک ترانس 220 به 12 ولت استفاده کنید به طوری که ورودی ترانس رو به برق بزنید و خروجی 12 ولت به شما خواهد داد. این 2 تا خروجی رو وصل میکنید به ورودی فنتون و یک سیم از اینجا جدا میکنید و زیر پایانه فن میبرید. ورودی دستگاه هم گفتم 12 ولته. از همین ترانس میتونید برای ورودیش هم استفاده کنید. من نقشه دستگاه رو، نقشه اتصالات کنترلر رو براتون گذاشتم. میتونید ویدیو رو متوقف کنید، حالا از روی نقشه عکس بگیرید یا اینکه نقشه‌شو بکشید و طبق همون نقشه پیش برید. خب وقتی که سیم بندیاتون هم انجام دادین و دستگاهتون آماده بهره برداری شد، لازمه که به یه سری نکات توجه کنید. یکی این که ظرف آبتون هیچ وقت نباید آبش خشک بشه. تبخیر میشه، باید به سرعت شما آب بریزید. قبل از اینکه آب تبخیر بشه شما آب بریزید. حالا هم میتونید در دستگاه رو باز کنید و با یک پارچی، لیوانی چیزی آب بریزید، هم میتونید یک سوراخی ایجاد کنید و از طریق یک شلنگ آب رو بریزید که نیاز به باز کردن درب دستگاه نباشه. توجه کنید موقع چیدمان تخم‌ها نوک تیز تخم‌ها حتما رو به پایین باشه. و یه نکته این که جنین جوجه توی تخم مرغ هم تنفس میکنه و نیاز به تهویه داره.
حالا روزای اول شاید کمتر باشه، اما روزای آخر خیلی بیشتره این تنفس. و اگر این تهویه صورت نگیره احتمالاً روزای آخر شاهد جوجه هایی هستیم که توی تخم خفه شدن و نتونستن بیان بیرون. برای همین ما روی این درب دستگاه یه دریچه ایجاد کردیم که هم تهویه ایجاد بشه، هم یک روزنه‌ای باشه که شما خودتون بتونید داخل دستگاه رو ببینید، آب رو چک کنید، حالا لامپ رو چک کنید یا وضعیت تخم‌ها رو چک کنید. دوره جوجه کشی خودش تشکیل شده از دو تا دوره کوتاه‌تر، یک دوره ستر، یک دوره هچر. دوره ستر دوره‌ایه که دما 37.5 درجه است، رطوبت حدود 70% و تخم‌ها روی این شانه در حال چرخشند. اما دوره هچر که معمولاً 3 روز آخره توی پرنده ها، دیگه این چرخش احتیاجی نیست انجام بشه و باید تخم‌ها توی حالت ثابت قرار بگیره. دما حدود نیم تا 1 درجه پایین‌تر میاد و رطوبت حدود 10% بالاتر میره که رطوبت بیشتری باشه، چون که جوجه تخم رو سوراخ میکنه و اون رطوبت داخل تخم تبخیر میشه. اگر این رطوبت پایین باشه جوجه به پوسته تخم میچسبه و نمیتونه بیرون بیاد از تخم. روز 18 هم که چرخش رو متوقف کردید، تخم ها رو میچینید داخل یک سبدی به اسم سبد هچر که ملاحظه میکنید به این صورت و دیگه نیازی نیست هیچ گونه چرخشی انجام بشه. در دستگاه رو تا میتونید باز نکنید. این دوتا جوجه هم که میبینید محصول این دستگاه نه، ولی یک دستگاه دستساز خانگی با همین مکانیزمه. این هم تخماییه که روز 18 هم 19 هم شروع میکنن به سوراخ کردن و تا روز 21 دورشو میبرن و روز 21 بیرون میان. من سعی کردم در این ویدیو نکات فنی ساخت دستگاه جوجه کشی رو براتون توضیح بدم. بقیهش دیگه میشه نکات جوجه کشی که میتونید نکات رو تو پیج ما و تو سایت ما ببینید، مطالعه کنید، رعایت کنید و جوجه کشی بالای 80% 90% داشته باشید. اگه سوالی هم دارید میتونید از طریق همین راههای ارتباطی بپرسین. تا جایی که بلد باشم در خدمتتون هستم و راهنماییتون خواهم کرد. ممنون که وقت گذاشتین برای دیدن این ویدیو. امیدوارم براتون مفید باشه. جوجه کشی کنید و از این تجربه لذت ببرید. خدا نگهدارتون.